مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه مناقشه خونین با استفاده از کارت میان نورسان در پایتخت شهر دوشنبه خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، در نتیجه گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 17 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شد. خود گمان برشونده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه مقامات روز 26 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 دقیقه در خیابان سعدی شیروزه شهر دوشنبه این نورس با نابالغ 17 ساله ساکن پایتخت مناقشه نموده با کار به قفس سینه چپ و دست چپش 2 مرتبه زده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده ضرر جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب مناقشه بین این دو نورس شرح داده نشده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره مناقشه‌های خونین میان نورسان با استفاده از سلاح سرد خبرهای زیاد به دست می‌رسند. میلیسیا شهر دوشنبه از سال 2018 به این طرف با مقصد پیشگیری از چنین حادثه در پایتخت عملیات ویژه‌ای را با نام شرطی کارت برو انداخته هر سر چند وقت از مصادره 10 عدد سلاح سرد خبر می‌دهد.